سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس دهم را می‌آموزیم. موضوع امروزی ما باشد به وابستگی متناسب راست می‌آید. بیایید مفهوم‌های این موضوع را دیده براییم. تعریف: اگر وابستگی بین تغییرابندهای x و y با فرمول y برابر kx که در اینجا k عدد غیر نولی است ifade شود، آنها متناسب راسته را تشکیل می‌دهد یا متناسب راسته نامیده می‌شود. عدد k کوفیسیانت متناسبی نام دارد. یعنی هنگام y برابر kx بوده متناسب راسته، یعنی k باید نابرابر 0 باشد. این مفهوم ها را با مثال ها مستحکم میکنیم. در مثال یکم چنین آمده است: تغییرابنده x با تغییرابنده y متناسب راسته است. کوفیسیانت این متناسبی به 2 برابر است. همین وابستگی را استفاده برده جدول را پر کنید. یعنی در جدول و ما قیمت های x موافقاً چنین داده شده اند: x برابر است به مینوس 3 مینوس 2 مینوس 1 0 1 2 و 3. ما باید این وابستگی را با واسطه فرمول ifade کرده آن جدول را پر کنیم. برای این ما چکار میکنیم؟ یعنی در اینجا k به عدد 2 برابر است، یعنی که کوفیسیانت متناسبی خیلی که در اول درس گفته گذاشتیم، فунکції که با فرمول y برابر kx نوشته می شود فунکції یا اینکه متناسب راسته نامیده می شود. در اینجا k به 2 برابر است، پس y برابر 2x حاصل شد که این فунکції متناسب راسته به حساب می رود. با جای قیمت های x موافقاً قیمت های داده شده را گذاشته بعد جدول را پر میکنیم. با جای x عدد مینوس 3 را میگذاریم. پس 2 ضرب مینوس 3 برابر مینوس 6. دوم با جای قیمت تغییرابنده x عدد مینوس 2 را میگذاریم. 2 ضرب مینوس 2 برابر مینوس 4 حاصل می شود. با جای تغییرابنده x عدد مینوس 1 را میگذاریم. پس 2 ضرب مینوس 1 این به عدد مینوس 2 برابر می شود. به جای x باشد قیمت آن 0 را میگذاریم. y از عدد 0 پس 2 ضرب 0 این به عدد 0 برابر می شود. پنجم به جای x قیمت 1 را میگذاریم. 2 ضرب 1 برابر 2 حاصل می شود. و به جای x قیمت 2 را میگذاریم. قیمت آن 2 ضرب 2 به 4 برابر می شود. و در آخر به جای x قیمت 3 را میگذاریم و قیمت فунکція موافقاً به 6 برابر می شود. همه این قیمت ها را به جدول میگذاریم و جدول در بالا ذکر شده را پر کردیم که این مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: تغییرابنده های x و y با هم متناسبی راستند. کوفیسیانت این متناسبی به 3 برابر است. کتک‌های خالی جدول را پر کنید. خیلی که مثال یکم را دیده برآمدیم، مثال دوم عیناً مثال یکم می باشد. کوفیسیانت متناسبی موافقاً به 3 برابر است. قیمت های x باشد موافقاً به مینوس 3 به مینوس 2 از 5 به عدد مینوس 2 مینوس 1 و 1 از 5 و اینچنین قیمت 5 داده شده است. ما باید قیمت موافق y را یابیم. یعنی ما با واسطه جدول این را نوشته می توانیم. پس موافق آن حل میکنیم. فунکції که با واسطه کوفیسیانت متناسبی 3 داده می شود با واسطه فرموله 3 ضرب x ifade می یابد. با جای قیمت های x قیمت های موافق آنها را گذاشته حساب می کنیم. یعنی y از عدد مینوس 3 این برابر است به 3 ضرب مینوس 3 این به عدد مینوس 9 برابر است. پس قیمت یکم جدول به عدد مینوس 9 برابر شد. دوم با جای قیمت x عدد مینوس 2 از 5 را میگذاریم. پس 3 ضرب مینوس 2 از 5 این به عدد مینوس 7 از 5 برابر است. این را نیز در جدول نشان میدیم. با جای قیمت x ما عدد مینوس 2 را میگذاریم. پس 3 ضرب مینوس 2 این به مینوس 6 برابر می شود. مینوس 6 را نیز قید میکنیم. با جای x قیمت موافق آن مینوس 1 را نیز میگذاریم. آن برابر می شود به 3 ضرب مینوس 1
قیمت آن به مینوس 3 برابر شد. همینطور به جای x 1 از 5 را میگذاریم. در نتیجه 3 ضرب 1 از 5 این به عدد 4 از 5 برابر شد. آن را نیز در اینجا قید میکنیم. به جای قیمت x عدد 5 را نیز میگذاریم و قیمت آن موافقاً 3 ضرب 5 به عدد 15 برابر می شود که با ما این جدول طلب کرده شده بود. بیایید همراه مثال دیگر را دیده برویم. در شرط مثال دیگر چی آمده است؟ حاصل جمع سالهای پدر و پسر با 54 برابر است. سین پدر به سین پسر همچون 7 تقسیم 2 نسبت دارد. پدر و پسر چند سالند؟ برای حل این مسئله ما باید معادله ترتیب دهیم. بیایید این مسئله را چنین همراه اجرا کنیم. طلب کرده می شود که حاصل جمعی سالهای پدر و پسر به 54 سال برابر است. پدر و پسر موافقاً 7 تقسیم 2 نسبت دارند. طلب کرده می شود که سین پدر و سین پسر را یافته شود. برای یافتن حل این مسئله ما خیلی که از اینجا برمیاد متناسبی راسته را تبدیل میدیم. یعنی سین پدر با پسر 7 تقسیم 2 نسبت دارد. اگر ما یکی از سین سال را با x ifade نماییم، بگذار x این یک قسمی سال پدر و پسر می باشد، یک قسمی سال را تشکیل می دهد. پس از بس که آنها 7 به 2 نسبت دارند، پس ما گفته می توانیم 7 ضرب x این حصه سالی از آن پدر را تشکیل می دهد. از آن پسر باشد 2 ضرب x می شود که این سین سالی پسر را تشکیل می دهد. از بس که سوم سالهای پسر و پدر با 54 برابر است، پس معادله زیرین را ترتیب می دهیم. 7x جمع 2x برابر 54 یا اینکه از پایان 7 را به 2 جمع کنیم 9 ضرب x حاصل می شود برابر 54. x را هنگام یافتن 54 را به عدد 9 تقسیم کنیم. در نتیجه x برابر می شود به عدد 6. 6 این یک قسم سال آنها برآمد. پس این را به این نوبت گرفته 7 را به عدد 6 ضرب می کنیم. آن به 42 برابر است که این سین سال پدر حاصل شد. هنگامی 2 را به عدد 6 ضرب کردن عدد 12 حاصل می شود که این سین سالی از آن پسر را تشکیل می دهد. خیلی که معلوم است هنگام جمع کردن سین سال پدر و پسر و ما عدد 54 حاصل شد. پس در جواب گفتن ممکن است که سین سال پدر به 42 برابر است و سین سال پسر به 12. یعنی این را به این نوبت باید گیریم که 7 تقسیم 2 این متناسباً با 42 و تقسیم 12 متناسباً برابر می شوند. مثال دیگر را دیده می برایم. در شرط مثال دیگر چنین آمده است: میدان مساحت 600 گکتار به 4 حصه با عددهای 2, 3, 7 و 8 متناسب جدا شده‌اند. مساحت هر یک حصه یافته شود. برای حل این مسئله چنین رفتار میکنیم. 4 و با طلب کرده شده است که مساحت میدان به 600 گکتار برابر است که آن از 4 قسم عبارت است که آنها متناسباً به 2, به 3, به 7 و به 8 تقسیم شده‌اند. حصه هر یک میدان را باید یابیم. برای یافتن حصه هر یک میدان این مسئله را مسئله مثل 3 اجرا میکنیم. بگذار x گکتار حصه میدان می باشد، حصه تمام میدان. از بس که میدان از 4 قسم تقسیم شده است، پس حصه میدان یکم به 2x برابر 2x حصه میدان یکم، 3 ضرب x حصه میدان دوم، 7 ضرب x حصه میدان سوم و 8 ضرب x این حصه میدان چهارم می باشد. از بس که حصه همه میدان ها مساحت عمومی میدان به 600 برابر است، پس معادله ترتیب می دهیم. برای این 2x جمع 3x جمع 7x جمع 8x
баробари 600 ҳосил мешавад. аз инҷо ҳами ин рақамҳоро ҷамъ мекунем ва ҳосил мекунем. дар инҷо 5x ҳосил мешавад, аз инҷо 15x ҳосил мешавад. пас 5-ро ба 15 ҷамъ кунем, 20 зарби x баробари 600. аз инҷо вақте ки x-ро меёбем, 600-ро ба 20 тақсим кунем ва адади 30 баробар шуд. яъне ҳиссаи яке аз майдонҳо ба 30 гектар баробар аст. пас инро ба назар гирифта дар ҷавоб чунин қайд мекунем: агар масоҳати умумии майдон ба 600 гектар баробар бошад, майдон агар аз 4 ҳисса тақсим шудагӣ бошад, пас ҳиссаи якум ба 2 зарби 30 ин баробари 60 гектар. майдони дуюм бошад 3 зарби 30 баробари 90 гектар. майдони сеюм бошад 7 зарби 30 ин баробари 210 гектар. ва майдони чорум бошад 8 зарби 30 ин баробари 240 гектар баробар аст ки вақте ки мо ҳамаи ин ҳиссаҳоро ҷамъ мекунем, он баробари 600 ҳосил мешавад. хонандагони азиз, ин буд мавзӯи имрӯзии мо. барои мустаҳкам кардани мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро дар вақти холигӣ бояд иҷро намуд. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.